جوان گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوان ساده و خوشقلبش یافت، به او گفت: پادشاه اهل معرفت است. اگر احساس کند که تو بنده ای از بندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد. جوان به امید رسیدن به معشوق گوشه‌گیری پیشه کرد و به عبادت و نیایش مشغول شد، به طوری که اندک اندک مجذوب پرستش خدا گردید و آثار اخلاص در او تجلی یافت. روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد. احوال وی را جویا شد و دانست که جوان بنده‌ای با اخلاص از بندگان خداست. در همانجا از وی خواست که به خواستگاری دخترش بیاید و او را خواستگاری کند. جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد. همین که پادشاه از آن مکان دور شد، جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نامعلوم رفت. ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و به جستجوی جوان پرداخت تا علت این تصمیم را بداند. بعد از مدت‌ها جستجو او را یافت و به جوان گفت: تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آنگونه بیقرار بودی؟ چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست از آن فرار کردی؟ جوان گفت: اگر آن بندگی دروغین که به خاطر رسیدن به معشوق بود پادشاهی را به خانه‌ام آورد، چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانه خویش بینم؟